خداوند نور آسمان ها و زمینه. نور دو تا صفت داره، یکی سوزانندگی نوره، یکی روشناییشه. الزاماً سوزانندگیش برای ناسپاسانه و روشناییش برای رهروانه، کسانی که راه حقیقت و رستگاری رو پیش میرن. و اگر بدی کنی در این کائنات بدی میبینی و اگر خوبی کنی خوبی میبینی. هر عملی که انسان انجام میده در این عرصه یک ریاکشن داره و یک وضعیت انتقالی داره و یک وضعیت جمودی داره. اثر انتقالیش در سرنوشت انسان تاثیر میذاره و اثر جمودیش در شخصیت انسان، در مدنیت انسان. پس تا میتونیم خودمون رو به خدا نزدیک کنیم و متصف به صفات جمال خدا بشیم تا باعث امنیت جامعه خودمون باشیم. اگر قائل باشیم به این که جامعه ما همه خانواده ما هستن، پس بنابراین ارزش‌های اخلاقی رو بهش پایبند خواهیم بود و حفظ کنیم.